خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از نشسته های عصرگاهی ما هست در بنیاد پژوهشی شهریار با موضوعی بسیار بکر. در خدمت آقای دکتر استادمون هستیم. مقایسه‌ای بین ابوالعلاء مروی و مولانا جلال الدین، دو فرد کاملا ناهمگون از نظر اندیشه، یکی نهیلیست و دیگری الهی و آسمانی. یافتن وجوه تشابه و وجوه افتراق این دو نفر کار بسیار دشواریه. من اینجا میدانم آقای دکتر زیر سنگینی بار این سخنرانی حتما قرار دارد. چگونه می شود این دو نفر را به همدیگر نزدیک کرد و یا وجوه افتراقشون را؟ در هر حال استفاده خواهیم کرد. قطعا یکی از سخنرانی های بسیار دلپذیر و جالب بنیاد پژوهشی شهریار خواهد بود. از آقای دکتر تمنا میکنیم که تشریف بیارن، ما را با بیانات خودشون استفاده بدهند، استفاده کنید. بفرمایید آقای دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. حدیث مجلس انس است و دوستان جمعند، این یکات بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند، گوش و هوش به پیغام اهل راز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است، که از معاشر ناجنس احتراز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوی من نماز کنید. وگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دلنواز کنید. حضور همه سروران و عزیزان حاضر در این محفل سلام عرض میکنم. ایام نچندان دور سوگواری خسرودین امام حسین علیه السلام رو به همه پیروان حضرتش و به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. در حضور فرهیختگان و بزرگان سخنان فقیرانه و مسکینانه ای باید گفت چون به یک مجلس رسی خاموش نشین، و اندران مجلس مکن خود را نگین. ور بگویی شکل استفسار گوی، با شهنشاهان تو مسکینوار گوی. من لازم میدونم که از جناب آقای دکتر مشتاق مهر که دست ما رو گرفتند و به این مجلس کشاندند، از ایشان سپاسگزاری کنم. گفت دست ما گیر و بدان مجلس کشان، که از رحیقت میخورندان سرخوشان. موضوعی که برای این نوبت انتخاب شده است ابوالعلاء مروی و مولاناست. استاد مهرنگ به خوبی به ظرافت و لطائف این سخنرانی واقف بودند و هشدارهای لازم رو دادند که چگونه می شود این دو مرد رو با هم مقایسه کرد. اما یه داستان کوتاهی است در مثنوی که میگه که آن حکیمی گفت دیدم همتکی،
در بیابان زاغ را با لکلکی. یه زاغی با لکلکی اونجا معاشرت داشت در بیابان، همدم و هم صحبت بود. میگه که حکیم میگه من رفتم اونجا، در عجب ماندم بجستم حالشان. گفتم برم ببینم آخه زاغ با لکلک چه نسبتی و چه دوستی میتونه داشته باشه، تا چه قدر مشترک یابم نشان. این قدر مشترکی که اینها رو به هم نزدیک میکنه چی میتونه باشه؟ چون شدم نزدیک من حیران و دنگ، خود بدیدم هر دوان بودند لنگ. وقتی من به اینها نزدیک شدم دیدم که پای هر دوتای اینها میلنگه و این لنگی اینها رو به هم نزدیک کرده است. لذا ما دنبال اون لنگی ها در این دو شخصیت خواهیم بود که ببینیم این لنگی ها کدوم ها هستند که این دو شخصیت رو به هم نزدیک میکنن. اگر ابوالعلا با خیام، با حافظ، با شوپنهاور مقایسه میشد باکی نبود. اگر مولانا با ابن فارض سلطان العاشقین، با محی الدین عربی اندلسی از ادبیات عرب مقایسه میشد باکی نبود. ولی چگونه ممکن است که یک شخصیت خردگرای محض رو با یک فردی که کوبنده خرد بوده و در برابر کالای خردورزی یک کالای معرفتی دیگری به نام عشق ورزی رو جایگزین کرده است، بتوان مقایسه ای رو انجام داد. ادبیات عرب کم شاعرانی نداشته است. شاعرانی بودند که به دینی از ادیان گرویدند و در دفاع از آن قلم‌ها زدند، مثل حسان ابن ثابت. ادبیات عرب شاعرانی داشته است که به مبارزه با اسلام پرداختند و علیه اسلام شعر گفتند، مثل امیة ابن ابی سلط. ادبیات عرب شاعرانی داشته است که به مذهبی از مذاهب گرویدند و در دفاع از اون مذهب قلم فرسایی کردند، مثل کمیت و دیبل. ادبیات عرب شاعرانی داشته که به جریانهای فکری خاصی ملحق می شدند و مبلغ یک جریانهای فکری خاصی بودند، مثل ابوالعتاهیه در زهد ورزی. اما هیچ کدام از اینها به پای ابوالعلای محری نمی رسند. ابوالعلای محری در ادبیات عرب یونیک و بی‌نظیر است. در ادبیات پارسی هم این گونه است. شاعرانی در حماسه کم سخنها نگفتند، مثل فردوسی. شاعرانی در اندرز، در سخنان حکمی کم شعرها نگفتند، مثل نظامی و سعدی. شاعرانی در میناگری و کنار هم نهادن واژگان و مثل دانه های مروارید چیدن واژه ها و غزل سرایی کم سخنانی نگفتند، مثل حافظ. ولی هیچ کدام از اینها به پای مولانا نخواهد رسید. مولانا هم در ادبیات پارسی یونیک و بی‌نظیر است. همین بی‌نظیر بودن یکی از اون لنگی هایی است که این دو شخصیت رو میتونه قابل مقایسه بکنه. من مایلم که ابتدای سخن رو با شرحی از احوال
ابوالعلای معری آغاز کنم، چون ابوالعلا فضل تقدم بر مولانا داره و پیشتر از مولانا بوده است. متولد 363 هجری قمری است، یعنی متعلق به قرن 4 هست. ابوالعلای معری متولد معره هست. معره یکی از شهرها یا یکی از آبادی‌های شامات، حلب یا همان سوریه است. کسی که از واژه ابوالعلا خیلی خوشش نمی اومد، می گفت که به من اطلاق ابوالعلا نکنید، به من ابوالنزول هم بگید من میپذیرم. از سر تواضع حتی با اون اسم هم مشکل داشت، یعنی شخصیتی که بزرگ بود میگفت من رو پایین شما نگاه کنید. کسی که خودش رو در 3 زندان محبوس میدید. ابوالعلای معری محبوس در 3 زندان. در اشعارش هست که میگه ارانی فی الثلاثه من سجونی، شما من رو در 3 زندان خواهید دید. فلا تسأل عن الخبر النیسی، از این خبر نامبارک خیلی از من سوال نکنید. لفقدی ناظری و لزوم بیتی، به خاطر زندان اول چون بیناییم رو از دست دادم. در 3 سالگی ابوالعلا به بیماری آبله دچار میشه و چشمش رو به همین خاطر از دست میده و ظاهرا لباس قرمزی میپوشیده که تنها همین رنگ رو بیشتر به خاطر داره. لزوم بیتی یعنی ماندن در خانه، چون اشاره خواهیم کرد که یه دوره‌ای ایشان عزلت رو اختیار میکنه و فقط در خانه میمانه. و کون النفس فی الجسم الخبیثی، و 3مین زندان عبارت است از زندان روح در بدن. روح من در حبس این تن است و این هم زندان 3 است که ابوالعلا در داخل این 3 زندان افکار خودش رو به قلم در می آورد. از این خانواده بزرگ و اصیل و نجیب برخاسته بود. ابوالعلا در سن 14 سالگی پدر خودش رو از دست میده. پدر ابوالعلا نخستین معلم وی بود، یعنی علوم عقلی و نقلی زمان خودش رو مثل مولانا که از پدرش یاد میگرفت، ابوالعلا هم علوم عقلی و نقلی زمان خودش رو در تا سن 14 سالگی از پدر خودش دریافت میکنه. این مرحله اول شخصیت ابوالعلای معری است. مرحله دوم مرحله است که ابوالعلا دست به سفرها میزنه. همچنان که مولانا رو هم میتوان حیات او رو در 3 مرحله شریعتی، طریقتی و حقیقتی خلاصه کرد، که مرحله شریعتی او همان است که در محضر پدر خودش به تلمذ پرداخت و عالم علوم عقلی و نقلی زمان خودش شد. ابوالعلا هم مرحله اول شخصیت خودش رو در نزد پدر سپری کرد و مرحله دوم شخصیتی او با سفرهای ابوالعلا آغاز میشه. ابوالعلا به مناطقی چون لاذقیه، انطاکیه، طرابلس، خیلی جاهای دیگه مسافرت میکنه و مهمترین جایی که با کتابخونه عباسیان آشنا میشه در بغداد هست. اقامت او البته در بغداد اندک بود، ولی چون خبر مرگ مادر رو هم میشنوه در سنین بالای 20 سال به محره بر میگرده و دوره دوم زندگی او به پایان میرسه. دوره 3 زندگی او که همان دوران عزلت است آغاز میشه. حاصل عمرم 3 سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. وقتی که مولانا میگفت که من 3 مرحله رو به این شکل طی کردم،
مرحله خامی او پیش پدر، مرحله پختگی او پیش محقق ترمذی در سفرهایی که خود مولانا میکرد و مرحله سوم زندگی او که همان سوختگی او با دیدار شمس برای او محقق میشد، این مرحله سوم حیات ابوالعلای معری در عزلت در معره ایجاد می شود. آوازه ابوالعلا در همون سنین جوانی در معره پیچیده بود و عالمان بزرگ اون دوران در محضر او به کسب علم می پرداختند، وزیرانی به محضر او می شتافتند. این شتافتنها از ناحیه عالمان و وزیران به سمت ابوالعلا یادآور اقبالی بود که پاره‌ای از علمای دوران سلجوقی و امرای دوران سلجوقی به مولانا داشتند، اکرامی که معین الدین پروانه برای مولانا میکرد. ابوالعلای معری پای ریاضت رو هم به زندگی خودش باز میکنه و به خاطر آشنایی که با مکاتب مختلف، مکاتب هندی و مکاتب یونانی داشت، کم کم در زندگی خودش نوع خاصی از تغذیه رو پیش میگیره و گیاهخوار میشه. از خوردن گوشت امتناع میکنه و لباسی از پنبه و نشستن بر روی یک حصیر رو برای خودش انتخاب میکنه. استحمام کردن با آب سرد در زمستان، کاری که پاره‌ای از صوفیان و عارفان ما در حیات زندگی خودشون مثل شبلی، مثل حسن بصری، مثل رابعی ادویه و خیلی از این بزرگان، آنگونه که عطار در تذکرة الاولیا میاره، به همون شکل ابوالعلا هم تجربه حیات ریاضتی و عارفانه رو پیش میبره. ابوالعلا ازدواج نمیکنه، برای اینکه معتقد بود هر فرزندی که متولد میشود وقتی جامعه فاسد باشد و او رو به فساد بکشد، لذا فرزند آوری هم مشارکت در اون افساد خواهد بود و آنگونه که گفتند روی قبر او، البته جدیداً برداشتن، روی قبر او این بیت نوشته شده بود که هازا جناح ابی علی و انا ما جنیت علی احدی، این جنایت پدرم بود که مرا بر عرصه حیات آورد و من هیچ جنایتی نکردم. این مجرد بودن و ازدواج نکردن کاری بود که البته ما در شخصیت‌های بزرگی چون شوپنهاور، در نیچه، در ایمانوئل کانت، اینها ما می‌بینیم. شاگرد پروری ابوالعلا و شاگرد پروری مولانا مقوله است که این دو شخصیت رو به سمت شخصیت‌های بزرگ تاریخ بشری سوق می‌دهد. به همان اندازه که یک متفکری شاگردان بزرگی پرورش می‌دهد، این حکایت از بزرگی همان بانیان مکتب داره. ابوالقاسم تنوخی، خطیب تبریزی، امام ابوالمکارم ابهری، خلیل ابن عبدالجبار قزوینی، اینها هر کدوم از بزرگان ادبیات عربند که از جمله شاگردان ابوالعلای معری بودند. لحظه مرگ ابوالعلای معری آنگونه که مورخان نوشتند 84 شاعر بر ابوالعلای معری مرثیه خواندند. این تشییعی که از جنازه ابوالعلای معری شد چنان با شکوه ازش ذکر کردند که آدمی رو به یاد تشییع جنازه خود مولانا می اندازد که هم سنیان، هم مسیحیان و هم شیعیانی برای مولانا اشک می ریختند، ولی مولانا گفته بود که من رو با دف و طبل و دهل ببرید و دفن کنید. ابوالعلای معری
و مولانا هر دو از پرکارترین شاعرانند. یعنی آثار این دو بزرگ رو اگر نگاه کنیم میبینیم که یکی از پرکارترین شاعران ادبیات ما به حساب میاد. مولانا در ادبیات پارسی، ابوالعلای معری در ادبیات عرب. کتاب سقط الزند که حاصل تأملات دوران جوانی ابوالعلای معری است. کتاب لزوم ما لا یلزم یا لزومیات که به تعبیر طه حسین کتاب فلسفی ابوالعلای معری هست. تأملات فلسفی ابوالعلای معری در لزوم ما لا یلزم اومده است. لزومیات کتابی است که ابوالعلا خودش رو ملزم کرده است که یک سبک خاصی از شعر رو در اینجا بیان بکنند. اون سبک خاص عبارت بود از این که به تمام حروف الف با ابوالعلا در اینجا شعر گفته است. هم حروفی که فتحه داشتن، ضمه داشتن، کسره داشتن، هم سکون داشتن و حرف روی ها رو هم بعضا دوتا میاره در قصایدی که در لزوم ما لا یلزم آورده است. لذا لزومیات نزدیک به 11,000 بیت است. کتاب رسالة الغفران ابوالعلای معری که به پیشنهاد یک شخصی به اسم ابن قاره نوشته می شود، پهلو می زند با کمدی الهی دانته. یک سفر خیالین هست که رفتن به دوزخ و بهشت، از اوضاع اونجا خبردار شدن، که من توفیق داشتم این کتاب رو چندین سال پیش در دانشکده علوم قرآنی تهران تدریس کردم. کتاب بعدی الفصول و الغایات است. الفصول و الغایات یکی از کتاب‌های قامز در ادبیات عرب است. گفته شده است که این کتاب رو ابوالعلای معری برای نشان دادن تبحر خودش در معارضه با قرآن نوشته است. البته موافقان و مخالفان این عقیده پیدا میکنه. مجموعه رسائل هست و شرح دواوین شعرا هست. دیوان بحتری رو و دیوان متنبی رو ابوالعلای معری شرح کرده است. یکی از شخصیت‌های مهمی که هم بر مولانا سرریز کرده هم بر ابوالعلای معری سرریز کرده است متنبی است. گفته شده است که مولانا دیوان متنبی رو همیشه می‌خواند. حتی وقتی که شمس به وی در رسید و به او گفت که شما از این به بعد باید کتاب‌ها رو کنار بذاری و هیچ اثری رو نخونی، مولانا دور از چشم شمس کتاب متنبی رو میخواند، تا اینکه یه روز متنبی به خواب مولانا میاد و بهش میگوید که اینجا کتاب من رو رها کن که شمس آرامش رو در اینجا از من ستانده است. و از اون به بعد هست که مولانا به نام نقلی آخرین کتابی که کنار مینهه و نمیخواند دیوان متنبی بوده است. اما طه حسین که خودش هم کور بود و در این کوری با ابوالعلا خودش رو هم نوا و شریک میدید، 2 کتاب راجع به ابوالعلا نوشته است که یکی از اینها توسط آقای خدیرجم ترجمه شده است، در زندان ابوالعلا و تجدید یاد ابوالعلا. این دومی رو من ندیدم ترجمه بشه، ولی در اونجا یه مقایسه کوتاهی متنبی رو با ابوالعلا میکنه که من دریغ میبینم که این به این اشاره نکنم. طه حسین معتقد است که درست متنبی در ابوالعلا سرریز شده، سرازیر شده. حتی بعضی ها ابوالعلا رو متهم به نسخه ثانی متنبی کردند. همان اتفاقی که برای سعدی در ایران افتاد و پاره‌ای از ادبای عرب سعدی رو متهم به برداشتن از متنبی کردند. اما طه حسین میگوید که متنبی حکیمی است که تظاهر به حکمت میکند، ولی ابوالعلا حکیمی است واقعی. متنبی اهل تکسب بود،
یعنی از قبل شعر در واقع اکتساب میکرد، ولی ابوالعلا هیچ وقت از قبل شعر ارتزاقی و اکتسابی نکرد. متنبی بسیار دنیا دوست بود و مال پرست بود، ولی ابوالعلا بسیار بیزار و متنفر از دنیا بود. متنبی خیلی به دنبال دنیا گشت، خیلی حتی جان خودش رو هم بر سر این کار نهاد، ولی دنیا خیلی دنبال ابوالعلا گشت، حتی نتوانست ابوالعلا رو در سیطره و چنپره خودش در بیاره. دنیا دوستی متنبی گاهی متنبی رو به سمت معده‌های ناصحی و دروغ می‌کشاند، ولی تحقیر دنیا از ناحیه ابوالعلا جز راستی و پرهیز از دروغ چیزی از او نزاد. متنبی ثروتمند بود و بخیل، ابوالعلا فقیر بود و کریم. من اجازه میخوام که در این قسمت یک قطعه ای رو از سفرنامه ناصر خسرو برای عزیزان بخوانم، چون ناصر خسرو در سفرنامه خودش اشاره میکنه به این که من رفتم و ابوالعلا رو دیدم. این چگونه دیدن او و کجا دیدن او رو ناصر خسرو در سفرنامه خودش توصیف کرده است. از معره هم وصف میکنه، میگه که آب شهر از باران و چاه باشد، منظور معره است. در آن مردی بود که ابوالعلا مری میگفتند، نابینا بود و رئیس شهر او بود. نعمتی بسیار داشت و بندگان و کارگران فراوان، و خود همه شهر او را چون بندگان بودند. و خود طریق زهد پیش گرفته بود، گلیمی پوشیده و در خانه نشسته بود. نیم من نان جوین را تبه کرده که جز آن هیچ نخورد. و من این معنی شنیدم، ناصر خسرو، این معنی شنیدم که در سرای باز نهاده است و نواب و ملازمان او کار شهر می سازند، مگر به کلیات که رجوعی به او کنند. و وی نعمت خیش از هیچ کس دریغ ندارد و خود صائم اللیل و به هیچ شغل دنیا مشغول نشود. این مرد در شعر و ادب به درجه است که افاضل شام و مغرب و عراق مقرند که در این عصر کسی به پایه او نبوده است و نیست. و کتابی ساخته است، آن را الفصول و الغایات نام نهاده و سخنها آورده است، مرموز و مثلها به الفاظ فصیح و عجیب که مردم بر آن واقف نمی شوند مگر بر بعضی اندک. و آن کسی نیز که بر وی خواند چنان او را تهمت کردند که تو این کتاب را به معارضه قرآن کرده ای. و پیوسته زیادت از 200 کس از اطراف آمده باشند و پیش او ادب و شعر خوانند. و شنیدم که او را زیادت از 100,000 بیت شعر باشد. کسی از وی پرسید که ایزد تبارک و تعالی این همه مال و ملال تو را داده است، چه سبب است که مردم را میدهی و خیشتن نمیخوری؟ جواب داد که مرا بیش از این نیست که میخورم، و چون من آنجا رسیدم این مرد هنوز در حیات بود. این توصیفی است که ناصر خسرو از ابوالعلای معری می کند. اما اشتراکاتی بین ابوالعلای معری و مولانا وجود داره. من به پاره‌ای از اونها به سرعت اشاره خواهم کرد. نخستینش این است که هر دوی اینها مرد طلب بودند، یعنی دنبال طلب کردن و جستجو کردن و متوقف نشدن و حقیقت رو در یک جا ندیدن، این از جمله
ویژگی هایی بود که در هر دو شخصیت وجود داشت. گفت اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی، وگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی، به کاهلی بنشینی که این عجب کاریست، عجب تویی که هوای آن عجب نکنی. هر دوی این بزرگوار اهل ریاضت بودند، یعنی نفس رو در سیطره خودشون میخواستند در بیارند و نفس خود رو رام بکنند. نفست اژدرهاست او کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. این کاری بود که هم ابوالعلای محری در نوع خوردن، در پوشیدن میکرد و خود مولانا هم این کار رو کرد. مولانایی که مفتی بود، فقیه بود، خطیب بود، همه اینها رو به پای شمس ریخت و با این نفس به مبارزه رفت که شهرت رو به کناری بنهد و سجاده نشین باوقار به بازیچه کودکان کوی تبدیل شود. هر دوی این بزرگوار عزت نفس داشتند، یعنی همون حرفی که مولانا در ابتدای فیه مافی میگه که نعم الامراء من زار العلماء و بئس العلماء من زار الامراء، دقیقاً مصداقش هم در ابوالعلای محری بود هم در مولانا بود. اینها به دیدار امیران و بزرگان نرفتند، امیران و بزرگان به دیدار این دو شخص آمدند. هر دوی اینها فکر رو در قالب شعر ریختند. مولانا عارفی بود که شاعر می شود، ابوالعلای محری هم فیلسوفی بود که شاعر می شود و هر دوی اینها از قصه و حکایت در آثار خودشون به بهترین وجه استفاده کردند، کاری که در اسلوب قرآن هم سراغ داریم، کاری که در خود مثنوی هم اتفاق افتاده است. ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر آن بسان دانه است. این معانی به طور قصه ها و حکایت ها در می آمد. قصه ابن قاره و در رسالة الغفران و قصه هایی که به صورت حکایت های خرد و ریز در فصول و غایات اومده است، همه اینها نشانگر بهره بردن از اسلوب قصه در آثار این دو مرد دارد. من اشتراکات این دو بزرگ رو در چند محور یادداشت کردم. اولین در واقع محوری که میخوام به آن اشاره بکنم خداشناسی و خداباوری است. ابوالعلای محری که متهم به الحاد است، متهم به زندیق بودن است، من اینجا دفاع میکنم که ابوالعلای محری یک موحد است. خدای فیلسوفان خدای راز است، خدای عارفان خدای ناز است و این دو نوع خدابینی و خداشناسی البته که با هم متفاوت است. نگاه مولانا به خداوندی که هر لحظه او رو تذوق می کرد، پله پله می رفت تا او رو بچشد، متفاوت خواهد بود با ابوالعلای محری. لذا خدای ابوالعلای محری یک حکیم محترم است، خدای مولانا یک معشوق محتشم است. ابوالعلا میگوید که فافعل الخیر ان جزاک الفتی عنه و الا فالله بالخیر جازا. میگه تو خودت کار نیک رو، کار خیر رو انجام بده، اگر آدما بهت پاداش دادن که خب چه بهتر، اگر ندادن که خداوند بهت پاداش خواهد داد. پس خداوندی که پاداش دهنده است در آثار ابوالعلای محری هست. والله خالقنا لامر شاءه ابق العبید و عبده لا یعبق. خداوند ما رو برای یک کاری آفریده است، اون کاری است که خودش البته خواسته است، مشیت او تعلق گرفته است.
بردگان از خواجگان گریزند، اما بندگان از خداوند نمیتوانند فرار بکنند. یه نسبت عابد و معبودی بین خود و خداوند برقرار میکنه. لولا البدائع دلت ان خالقنا ادری و احکم قلنا خلقنا لممو. اگر این شگفتی های آفرینش نبود، اگر خداوند بدیع السماوات و الارض نبود که دلالت بر این دارد که خداوند ما ادری و احکم است، یعنی دانا و حکیم تر است، من میگفتم که این آفرینش ما بیهوده است. ولی خب این گونه نبوده است. بدائع در عالم حکایت از یک مدبری دارد که عالم رو اداره میکند. توحد فان الله ربک واحد. وحدانیت پیشه کن، یکتا پرست باش، چرا که خدای تو هم یکتاست. ولا ترغبن فی عشیرة الرؤسا. خیلی در معاشرت با رئیسان و بزرگان مباش، در بند اینها نباش. اینکه موحد بودن و یکتا پرست بودن که توصیه‌ای است که ابوالعلای معری داره، این رو در آثار خودش میتوان پیدا کرد. ما قیل فی عظم الملیک و عزه فالله اعظم فی القیاس اکبر. هرچه در عظمت و شکوه خدا گفته شود، بدانید که خداوند بزرگتر از آن است که شما میگویید. یعنی توصیف او بالاتر از گفتار شما خواهد بود. خداوند بزرگتر از آن است که در توصیف درآید. چون درآید نام پاک اندر دهان، بله، چینی پلیدی ماند و نی اندوهان، دیگه مال مولاناست. اما برای مولانایی که به تعبیر عبدالحسین زرینکوب در پله پله تا ملاقات خدا از مقام تبتل تا فنا نرم نرمک میرفت که خداوند رو ببیند، مولانا یک تئوریسین تئولوژیک است، یک تئوریسین خداشناسی است، یک تصویرساز حرفه‌ای از خداوند است. این تصویرسازی بیگانه با آثار عارفان ما نبوده است. گاهی تشبیه کردن خداوند به یک موجود در آثار ابوبکر باقلانی هم هست که در اون شطحیات خودش خداوند رو به شیری تشبیه می کند. همچنان که موجودات در جنگل سلطانی دارند به نام شیر، عالم هم سلطانی دارد که آن شیر است. و این تصویر سازی از خداوند در آثار مولانا هم دیده می شود. اونجا که می گوید مرغ خانه اشتری را بیخرد، رسم مهمانان به خانه می برد. چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقفش اوفتاد. یه تمثیل دیگرش تمثیل دعوت کردن مرغ خانه، یعنی ما آدمیان، دلهای ما، شتر رو به خونه خودمون، یعنی دعوت کردن خدا به دلهامون، ورود او همان و واژگون شدن، باژگون شدن آن لانه و آشیانه همان. پیش شیری آهوی مدهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. ما آدمیان آهوانی هستیم در برابر اون شیر، همچنان که شیر در برابر اون آهو مستسبع می شود، یعنی سبع زده می شود. لذا ما هم در برابر او هیچ تکانی نمیتونیم بکنیم. تمثیل سایه و نور، ما آدمیان سایه هایی از آن نور هستیم، سایه هایی که بود جویای نور محو گردد چون کند نورش نور. وقتی او درآید از ما دیگر نشانی نخواهد بود. تمثیل دیگر مستسقی و آب است. ما همه جویای آبیم ولی به بیماری استسقا دچار شدیم. آب رو نیاز داریم ولی آب مرگ ما رو هم تأمین میکنه. آب خداوند است، آدمیان
همان مستسقیانی هستند که دنبال او هستند. گفت من مستسقیم، آبم کشد گرچه میدانم که هم آبم کشد. هیچ مستسقی به نگریزد ز آب، ور 200 بارش کند مات و خراب. گو بران بر جان مستم خشم خویش، عید قربان اوست عاشق گاو میش. تعبیراتی که مولانا در اون داستان‌های مختلف داره، مثل داستان موسی و شبان هست که احتراز میکنه اون چوپان رو از این که مبادا شما از این عبارت‌ها استفاده کنی، برای خداوند جاخوابی در نظر بگیری، از اینها دوری کن. ولی نهیبی که بعدها خداوند به او میزنه که موسیا آدابدانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند، نشان میدهد که دست موسی رو باز میکنه در اینکه چنین تعبیراتی راجع به خداوند استفاده شود. داستان ماویه و شیطان هست که من به خاطر ضیق وقت وارد اون نمیشم. پس ابوالعلای معری یک موحد است و خدابین است و خداشناس است. مولانا هم البته که این صفات رو داراست، یه مراتب و مدارج بالاتری از اون رو فتح می کند که اون به مدد عشق در واقع در او ایجاد می شود. مقوله دوم دنیا هست. دنیا شناسی این دو مرد بزرگ خیلی به هم شباهت داره. ایاک و دنیا فإن لباسها یبل الجسوم و تیبها لا یعبقو. از دنیا بپرهیز، به دنیا نزدیک نشو، برای اینکه لباس دنیا تنها رو بدنها رو فرسوده میکنه و بوی دنیا البته بوی خوشی نیست. این تعبیر رو ما خیلی در متون عرفانی خودمون داریم. کنده است از این تعبیرات. البته مولانا به زیرکی هرچه تمامتر این رو تعویل میکنه، تفسیر دوباره‌ای میده. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نی قماش و نقره و میزان و زن. دنیایی که میگه مذموم این بزرگان هست، این دنیا عبارت هست از یه لحظه، یک آن که شما از امر قدسی غفلت میکنید، شما در دنیا زندگی میکنید. همچنان در دفتر ششم است، همچنان جمله نعیم این جهان، بس خوش است از دور پیش از امتحان. می نماید در نظر از دور آب، چون روی نزدیک باشد آن سراب. گنده پیر از تو و از بس چاپلوس، خویش را جلوه کند چون نو عروس. این مشو مغرور آن گلگونه اش، نوش نیشالوده او را مچش. آشکارا دانه پنهان دام او، خوش نماید زولت انعام او. این تعبیر در واقع تعبیر دنیاست. گنده پیر از تو و از بس چاپلوس. آدمی رو به یاد اون بیت حافظ میندازه که مجو درستی عهد از جهان سوست نهاد، که این عجوز عروس 1000 داماد است. البته باز مولانا اشاره میکنه به این که آدمایی که به سمت دنیا میرن، دنیا خب مثل یه درخت میمونه. همچنان که میوه های پخته درخت رو رها میکنند و میفتند، انسانهای پخته هم خیلی تمایلی به دنیا نخواهند داشت. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. سخت گیرد خامها مر شاخ را، زان که در سستی نشاید کاخ را. چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخها را بعد از آن. سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. این هم دنیا شناسی ابوالعلا و مولاناست که به هم قرابت پیدا میکنه. مقوله سوم مرگ شناسی اینهاست. در مرگ شناسی هم ابوالعلا و مولانا خیلی به هم نزدیک میشوند. برای شخصیتی مثل
ابوالعلا که یکی از اتهامهایی که به او زده می شود احیانا انکار معاد بوده است، این گونه نیست. یعنی واقعا از سر غفلت بعضی ها به خاطر سست گرفتن آثار او بدون تورق در اندیشه های او به چنین سخنانی و به چنین ایده هایی رسیدند. ابوالعلای مری در همون رسالت الغفران مغز و شهد و شیره رسالت الغفران درس معاد شناسی است که چجوری آدمیان اونجا یه معادی برای اینها رخ میدهد. در خصوص مرگ هم، مرگ برای ابوالعلا یه ترانسپورت است، یه انتقال است. به تعبیر نظامی که میگفت از خوردگهی به خوابگاهی و از خوابگهی به بزم شاد، از یه جایی به یه جایی انتقال یافتن، این در واقع مرگ است. خلق الناس للبقایی، مردم برای بقا آفریده شدن. اونایی که فکر میکنن از بین میرن خیلی اشتباه فکر میکنن. ابوالعلاست خلق الناس للبقایی فظلت امة یحسبونهم للنفادی. گمراهند اون امتی که فکر میکنن برای از بین رفتن اینها خلق شدن. مگر میشود آفرینش برای از بین رفتن باشه؟ اینا آفریده شدن که بمانند. انما ینقلون من دار اعمال، بلکه اینا انتقال پیدا میکنن از دفتر کار، دار اعمال، از دفتر کار الی دار شقوت او رشادی، به دفتر حسابرسی. از دفتر کار بلند میشه به دفتر حسابرسی، به حساب و کتاب. دار شقوه یا رشاد هست، یا اونجا شقوت و مشقت و سختی و اینهاست، یا رشاد و هدایت و نیکبختی و اینهاست. من به یاد می آوردم این مرگندیشی رو در مثنوی البته فراوان داریم. یکیش رو من انتخاب کردم، داستان بلال حبشی هست. در داستان اون بلال حبشی در مثنوی میگه وقتی که بلال اون اواخر عمرش شده بود و خیلی ضعیف شده بود، چون بلال از ضعف شد همچون هلال، رنگ مرگ افتاد بر روی بلال، داشت در مقام احتضار بود. اونجا میگه که جفت او دیدش بگفتا وا هرب. همسر بلال اومد پیش او گفت که واویلا. پس بلالش گفت نی نی وا طرب. اصلا از این حرفا نباید بزنی، اینجا حربی نیست، اینجا همش طرب است. گفت جفتش الفراقی خوش خصال. گفت که اینجا جداییه، وقت جداییست، ساز جدایی با ما میزنی، از جدایی میرانی سخن، هرچه خواهی کن ولیکن آن مکن. گفت نی نی الوصال است الوصال. گفت اصلا از این حرف نزن، اصلا جدایی در کار نیست، این وصال است. من با این مرگ به سمت وصال در حال حرکتم. گفت جفت امشب غریبی میروی، از تبار و خویش غایب میشوی. گفت نی نی بلکه امشب جان من میرسد خود از غریبی در وطن. اصلا از این حرفا نزن، من تازه به وطن خودم، وطن اصلی خودم اونجا میروم. این جهان برای من غریب بود، من اونجا برای من آشنا هست. داستان حمزه و مواجهه حمزه با مرگ هم از جمله داستان‌های زیبا در مثنوی هست که من دریغ می‌بینم به این داستان اشاره نکنم. حتما عزیزان واقفند که حمزه اواخر عمرش، اونگونه که مولانا در مثنوی میاره، اواخر عمرش دیگه زره نمی پوشید و با همون لباس معمولی در میدان جنگ حاضر می شد و اومدن بهش اعتراض کردن، گفتن که خلق پرسیدن که ای عم رسول، ای هژبر صف شکن شاه فهول،
پس چرا تو خویش را در تهلکه می دراندازی چنین در معرکه؟ چون جوان بودی و زفت و سخت زه، تو نمی رفتی سوی صف بی زره. موقعا که جوان بودی زره می بستی، با این یال و کوپال می رفتی جنگ می کردی. حالا دوران پیری چه خبر شده تو اینجوری داری به سمت مرگ میری؟ مگه در قرآن نیومده است که لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، با دست خودتون رو در هلاکت نیفکنید؟ آخه چرا شما این کارو میکنید؟ حمزه میگه که بله اینا در واقع این گفتگوهای ساختگی مولاناست دیگه. مولانا هنرنمای تمام قد در مثنوی است، سخنور و سخنساز تمام قد در مثنوی، از زبان همه اینها داره حرف میزنه. گویی خود مولاناست که از زبان حمزه داره حرف میزنه. گفت حمزه چون که بودم من جوان، مرگ میدیدم وداع این جهان. من بله وقتی که جوان بودم فکر میکردم که مرگ پایان کار است. لیک از نور محمد من کنون نیستم این شهر فانی را زبون. وقتی نور محمد بر من تابیدن گرفت و من ایمان آوردم به او، به اون مرد ایمان آوردم، دیگه مرد رو اینگونه نگاه نمی کنم. خیمه در خیمه تناب اندر تناب، شکر آن که کرد بیدارم ز خواب. آن که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرو را در خطاب. اینجا دیگه مرگ برای من فتح باب هست. من دیگه اون آیه رو نمیخونم، من این یکی آیه رو میخونم. سارو الی مغفرت من ربکم، بشتابید که با مردن یه مغفرتی از ناحیه خدایتان برای شما نصیب شود. بله مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن و بر دوستان که ترسانی ز مرگ اندر فرار. جان ز خود ترسانی ای جان هوش دار. مقوله بعدی که من مایلم بون اشاره بکنم انسانشناسی ابوالعلا و مولاناست. این انسانشناسی هم خیلی به هم نزدیک است. از مقوله های مختلف که آدم نگاه میکنه به آثار این دو مرد بزرگ احساس میکنه که انسانشناسی ابوالعلا و مولانا خیلی به هم نزدیک است. اولین نکته این دو مرد بزرگ این است که آدمی دست باز نیست. آدمی در این عالم مجبور است. این جبری بودن گرچه که برای مولانا خیلی ها نوشتن، مولانا از اختیار در مثنوی حرف زده است، ولی ته اندیشه ها آدم بره اونجا میبینه که مولانا به ما خواهد گفت که بله پشه کی داند که این باغ از کی است، در بهاران زاد و مرگش درده است. اینجوری هست. ور بود این جبر عامه نیست، جبر آن اماره خودکامه نیست. میگه بله جبر هست ولی اون جبری نیست که شما فکر میکنید. جباریت خداوند در این عالم وجود داره. این همون چیزی است که ابوالعلا هم به آن معتقد است. ما به اختیاری میلادی ولا حرمی ولا حیاتی فهلی بعد و تخییرو. من چه اختیاری میتونم داشته باشم وقتی که تولد من، مرگ من، پیری من، همه اونها از دست من خارج است. در همین مقوله هر دو این مرد بزرگ خودشون رو دست بسته قضا و قدر میدونن. در برابر قضا و قدر الهی سپرانداخته خودشون رو میدونن. اذا نزل المقدار، مقدار یعنی تقدیر، اذا نزل المقدار لم یکن القطاع نهوز ولا للمخترات اباء. وقتی که تقدیر خدا در برسد نه شترمرغ قدرت برخاستن پیدا می کند و نه شیرانی می تونن گردن فرازی بکنن. هیچ کدوم از اینها. این همان است که خود مولانا هم در جاهای مختلف به اون اشاره میکنه. در همون داستان نخستین مثنوی در کنیزک و پادشاه هست که وقتی اون پیر میاد نهایتاً به سمت اون پادشاه و پادشاه اون پیر رو در آغوش میکشه، اونجا بهش میگه که ترجمانی هرچه ما را در دل است،
دستگیری هر که پایش در گل است. ای لقای تو جواب هر سؤال، مشکل است و حل شود بی قیل و قال. مرحبا یا مجتبی یا مرتضا، انتقب جاء القضا ضاق الفضا. انت مولا القوم من لا یشتهی، بله قد ردا کلا لئن لم ینتهی. بله اون پادشاه به اون پیر بهش میگه که تو وقتی که اومدی، اومدن تو برا من حل مشکل بود. قضایی اتفاق افتاد، اون کنیزک مریض شد و در برابر این قضا همه ما سپر انداختیم و فضا برای ما در معالجه آن تنگ شد. طبیبان نمیتوانند در برابر قضا و قدر الهی قد بیفرازند و قد علم کنند. عجز الاطباء در آثار ابوالعلاست، عجز الاطباء عن جروح نوائب. طبیبان عاجزند از اینکه زخمهای روزگاران و مصیبتها رو مداوا کنند. لیست به غیر قضاء ربک تصبر، جز قضا و قدر اینها درمانی پیدا نمی کنند. یادآور همون سخنان مولاناست در ابتدای همون داستان کنیزک و پادشاه که شه طبیبان جمع کرده است چپ و راست. گفت جان هر دو در دست شماست، هر که درمان کرد مرجان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. جمله گفتندش که جان بازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما طبیب عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. لیک گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسوتی است، نی همی گفتم که عارض حالتی است. بعضی آدم‌ها آدمخوارند، اینم مقوله بعدی ابوالعلا و مولاناست. بعضی آدم‌ها آدم می‌خورند، نه اینکه آدمخوار باشند، بلکه به تعبیر اون غزلی که در ابتدای صحبت‌ها از حافظ خوندم که از معاشر ناجنس احتراز کن، این همان است که ابوالعلا و مولانا هر دو به آن معتقد و معترفند. آدمی خوارند اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان. داستان معروفی که در مثنوی هست که یه نفر میاد مرکب خودش رو به یه خادمی میسپاره، بهش میگه که این مرکب ما، این خر ما پیر هست، دندون نداره، بهش برس. این میگه لا حول ولا قوة الا بالله، این چه کاریه، ما اصلا کارمون همینه، ما حتما بهش میرسیم. میگه که جو میذاری یه ذره خیس کن، یه ذره با آب قاطی کن. میگه بابا این کارا چیه شما؟ این خادم میگه اینا همش کار ماست، هستن شما مرتب درس‌های ما رو به ما تکرار میکنی و به ما گوشزد میکنی، ما اینا رو بلدیم. مرتب این صاحب مرکب به اون خادم این گوشزدها رو راجبش میکنه، ولی نهایتاً که میسپاره اون بلند میشه، اون مرد میره و با چند تن از اوباش و اینها مشغول صحبت میشه، خر رو فراموش میکنه. صبح که بلند میشن میارن، میبینن که گفتند ای شیخ دی نمیگفتی که شکر این خر قویست؟ دیدن که این خر مرتب داره میفته. اینها به اون صاحب خر مردم ریختن، گفتن که ای شیخ ما مگه نمیگفتی که شکر خدا که این خر ما خیلی قویه، زود بلند میشه، چه خبر شده این مرتب داره میفته اینها؟ گفت بله. گفت من الان جوابش رو به شما میگم. گفت آن خر کو به شب لا حول خرد، یعنی خورد. گفت آن خر کو به شب لا حول خرد، جز بدین شیوه نداند راه کرد. چون که قوت خر به شب لا حول بود، شب مسبح بود و روز اندر سجود. وقتی که این تمام خوراک خر رو با لا حول ولا قوة الا بالله داد، این انتظار رو شما باید از این خر داشته باشید که این مرتب با کله باید بیفته زمین. خر کاه و جو میخواد، لا حول ولا قوة الا بالله نمیخواد. بنابراین اونجا به این اشاره میکنه مولانا که آدمی خوارند اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان. و ابوالعلا هم میگه حاضر فحاضر اقربن غشیت که لسبن، از آدمای اقرب صفت پرهیز کن، اینها
کارشون نیش زدن و گزیدن است. عراق من وافت که سقیا، از آدمای مارصفت که کارشون گزیدن و نیش زدن هست حاضر برحذر باش. سخنی است که ابوالعلا هم به آن اشاره می کند. مقوله بعدی جهل آدمیان است. در داکیومنت انسانشناسی جهل آدمیان مقوله است که هر دو بزرگ به آن معترفند. ابوالعلا می گفت لما رأیت الناس فی الجهل فاشیا تجاهلت حتی ظن انی جاهل. من وقتی دیدم که آدما همشون جاهلن خودم رو به نادانی زدم که اینا هم فکر کنن که من نادانم. ما اجهل الامم الذی عرفتهم لعل سالفهم اضلوا و ابتروا. این آدما چقدر نادانند، حتی گذشتگان اینها نادانتر از اینها بودند. این سخنان آدمی رو به یاد اون داستان مارگیر و اژدها در مثنوی میندازه که مولانا به همه ما نهیب میزنه که 100,000 مار و که حیران اوست، او چرا حیران شدست و مار دوست. خیشتن را نشناخت مسکین آدمی، در فزونی آمد و شد در کمی. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خویش را ارزان فروش. تو خوشی و خوب و کان هر خوشی، پس چرا تو منت باده کشی. باده از ما مست شد نی ما از او، عالم از ما هست شد نی ما از او. آدمی که خودش رو به دیدن یک مار، یک اژدهای خفته می فروشد و بابت دیدن او هزینه ها می کند، اون اژدهایی که بلند می شود خود مارگیر و بینندگان را هم به کام می کشد، یکی از مصادیق بارزی است که مولانا به جهل آدمیان حمله می برد. در همین داکیومنت نسبت بین روح و تن آدمی هم یکی از مقوله هایی است که قابل تأمل است. هم ابوالعلا هم مولانا هر دو تن رو خادمان روح میدونند، جسم رو خادمان روح میدونند. جسم آدمیان اینقدر باید نحیف و ذلیل و ضعیف بشود تا در خدمت روح باشد و روح قدرت پریدن رو پیدا بکند. اعاعبتون جسدی روحه و مازال یختمو حتی ونا. تن من پیوسته در خدمت روح من است، اینقدر به روح من خدمت کرده است که ونا یعنی خسته شده است. قد کلفته اعاجیبها فتورا فرادا و طورا سنا. روح من هم البته جز اون روح‌های سرکش است، خواسته های عجیب و غریبی از تن من دارد و بر بدن من اینها رو تحمیل می کند. در اون مناظره و گفتگوی خیلی زیبای روح و تن در مثنوی می بینیم که چقدر زیرکانه مولانا تن آدمی رو در خدمت روح او میاره. تن همین نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. گویدش ای مزبله تو کیستی، یک دو روز از پرتو من زیستی. باش تا که من شوم از تو نهان، ناز و غنزت می نگنجد در جهان. سبزه ها گویند که ما سبز از خودیم، خرم و شادان و بس زیبا خدیم. فصل تابستان بگوید کی خویش را بینی چون من بگذرم. بله، تابستان مثل روح است، سبزه ها مثل بدن آدمی است. تابستان اون گرما که بگذره اینها تبدیل به خزان می شوند، به خشکی می شوند. روح به تن این نهیب رو می زند که شما باش تا من از شما نهان بشم. اون موقع شما خواهید دید که چه اتفاقاتی بر سر شما خواهد آمد. هر دوی این بزرگ از ستایش آدمیان نفرت داشتن. هیچ، نه ابوالعلا دوست داشت که کسی ابوالعلا رو ستایش کنه، نه مولانا چنین رغبتی رو از خودش نشان میداد. مولانا که معتقد بود هر که را مردم سجودی میکنن زهرها بر جان او میآکنن. هر کسی رو که تعریف میکنن البته میگه که خب این تعریف نیست، زهرهاست که بر جان او میریزن و به مرور او رو از بین خواهد برد.
ابوالعلا هم چنین عقیده‌ای رو داشت. این مدحونی ساعنی مدحهم، اگر اینها ستایشم بکنن خب خیلی من بدم میاد. و خلت انی فی الثری سختو، من خیال میکنم که انگاری با ستایش مدح اینان در زمین فرو میروم، در زمین فرو میروم. لذا ابا و تعبی داشت از اینکه مردمان ابوالعلا رو بستایند. مقوله بعدی نخوردن باده انگوری بوده است. هر دوی این بزرگواران از این باده و شراب دوری کردند. ساحت مقدس این دو مرد بزرگ مبرا از این بوده است. مولانا که میگفت تو که مست عنبی دور شو از مجلس ما، ظاهرا یکی از مریدان او باده یا شراب خورده بود و مست کرده بود، اومده بود در محفل، مولانا بهش نهیب میزنه تو که مست عنبی دور شو از مجلس ما، که دلت راز جهان سرد کند کافورم. شما از این مجلس ما بلند شو. مولانا میگفت که ما البته با عشق ورزی در این عالم مست شده ایم، باده خودش از ما هم مست میشود، چه برسد به این که دنبال باده انگوری باشیم. باده غمگینان خورند و ما ز می خوشگلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خویش. خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خویش. ابوالعلا هم نگاه فیلسوفانه به این داشت. ابوالعلا میگه هیهات لو حلت لما کنت شاربا مخففتا فی الحلم کفت میزانی. چه دور است، دور باد از من که من بخوام شرابی بنوشم برای اینکه این شراب مخففتا فی الحلم عقل رو زائل میکند، عقل رو زائل میکند. هر آنچه عقل رو زائل بکند از نگاه ابوالعلا البته که تحریم شده است. من مشترکات رو تقریبا به پایان میبرم. نگاه ابوالعلا به قرآن هم مثل نگاهی است که خود مولانا داشته است. همچنان که ابوالعلا به قرآن مثل ابن رشد تمثیلی نگاه میکنه، مولانا هم البته تمثیلی نگاه میکنه و گاهی مولانا از مدد تعویل کمک میگیره. گرچه مولانا از جمله کسایی است که حمله به تعویل و به اسماعیلیه میکنه، ولی در مکتب و مرام او استفاده بی حد و حصر از تعویل رو ما میبینیم. کرده ای تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نی ذکر را. کتاب به اسماعیلیان هست که شما قرآن رو دارید تعویل میکنید، ولی خود مولانا اگر تعویل نمیکرد، خود مولانا میگفت که وضحا نور زمین زان سبب فرمود یزدان، بله زان سبب فرمود یزدان وضحا نور ضمیر مصطفی. این آیی که در قرآن وضحا اومده است، قسم به ضحا میخوره، میگه این ضحا منظور نور ضمیر مصطفی است. این تعویلی بود که در واقع در جای جای مختلف شما در مثنوی میتونید این رو ببینید. استاد ما به اختلافات هم وقت داریم یا باید تموم کنیم؟ من به افتراقات هم میخواستم یه اشاره بکنم. بله خب در چند دقیقه من سریعا اینها رو اشاره میکنم. انسانی که ابوالعلا دنبال پرورده کردن اوست، انسانی است عاقل، نقاد و شکاک. چنین انسانی رو ما در لزومیات و سقط و زند باید پیدا بکنیم. ولی انسانی که مولانا دنبال پرورده کردن اوست، یه انسان عاشق، مطیع، یقینی، سپرانداخته در برابر قضا و قدر الهی است. غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای، در کف شیر نر خونخواره‌ای. عقلی که ابوالعلا به آن اشاره می کند معادل عقل مولاناست. مولانا مخالف منتقد عقل هست ولی منتقد عقل نیست. بند معقولات آمد آن صفی، شهسواران عقل آمد صفی.
بله، بند معقولات آمد فلسفی، این بیتش مد نظر منه. بند معقولات آمد فلسفی، شهسوار عقل آمد صفی. صفی یعنی عارف. در مقایسه عارف و فیلسوف مولانا میگه عارف عقل داره، فلسفی فقط عقل داره. گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. میفزاید در وسائط فلسفی، از دلایل باز بر عکسش صفی. پس بنابراین معادل عقل ابوالعلای معری همان عقل است. عقل چه نوع عقلی است؟ عقلی است که از وهم و گمان و از اموری که عقل رو از مسیر صواب بدر می کنند مبراست دیگه. عقل باشد در اصابتها فقط، وهم افتد در خطا و در غلط. مولانا میگه وقتی وهم به سراغ شما بیاد، خب عقل شما خطا میکنه، وگرنه عقلی که بی پیرایه باشه نباید خطا بکنه. پس این یک نکته است. نکته دوم از افتراقات دیدگاه‌های کلامی این دو بزرگ هست. بعضی ها ابوالعلا رو منتسب به اسماعیلیان میدونند از نظر کلامی، بعضی ها این رو از گروه اخوان الصفا میدونند. اینهایی که میگم خب اختلافات هست. دکتر حلبی در اون آثارش که من میپسندم میگفت اگر ایشون از اخوان الصفا میبود، اخوان الصفا هر ماه به ماه جلساتی میذاشتن، ابوالعلا باید در اونها اشتراک میکرد، که ما به قطع و یقین میدونیم که ابوالعلا عزلت اختیار کرد و از خونه خارج نشد و در اون جلسات شرکت نمیکرد. مراوداتی که با فاطمیان داشت در مصر، خب اینها تقریباً نزدیک میکنه ابوالعلا رو به سمت اندیشه های اسماعیلیان. این چیزیست که مولانا هم، گرچه که مولانا اشعری مسلک است از نظر کلامی، ولی بیمیل نیست که خودش رو به نوعی با اسماعیلیان هم عنان بکنه. اون شجاعت و اون جسارتی که اسماعیلیان داشتن همیشه مولانا رو دلبرده خودش میکرد. من چو اسماعیلیانم بی حذر، بلکه چو اسماعیل آزادم ز سر. در اون داستان مسجد مهمانکش، اون فردی که وارد اون مسجد میشه، اونجا مولانا به این اشاره میکنه، هم اسماعیلیم هم مانند اسماعیلم. این رو در اونجا اشاره میکنه. اختلاف رو ابوالعلا نشان از به حقیقت نرسیدن میدونن. ابوالعلا معتقده که خب تخالف الرؤساء یشهد مقسما ان المعاشر مهتدت للصواب. همین که علما با هم دیگه میگه اختلاف دارن، بزرگان با هم اختلاف دارن، ابوالعلا میگه که خب این نشون میده که خب اینا به حقیقت نرسیدن. اگر رسیده بودن که نباید اختلاف پیدا میکردن. ولی خب مولانا میگه نه، این خبرها نیست، شما خیلی پایین نگاه میکنید. 100,000 پرده دارد نور حق، پرده های نور دان 700 طبق. همین اختلاف ها نشان از لایه لایه بودن حقیقت برای شما پیدا میکند. مذهب این دو بزرگ از ابوالعلا میپرسن که شما مذهبتون چیه؟ شما به چی اعتقاد دارید؟ ابوالعلا میگه که فإن سألوا عن مذهبی فهو خشیة من الله. اگر شما از مذهب من سوال بکنید، مذهب من خشیت است، ترس از خداوند است. این مذهب قابل مقایسه است با چیزی که غزالی داشت. یعنی ولی وقتی که ما به مولانا میرسیم، مولانا میگه ملت عاشق ز ملت ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. عاشقان را هر زمانی سوزیدنی است، بر ده ویران خراج و عشق نیست. ما از مرحله خشیت یه مرتبه بالاتر رفتیم و اون مرتبه عشق ورزی است. اگر شما اجازه بدید سخن رو با یک غزلی از دیوان شمس به پایان میبریم. خوش خرامان میروی ای جان جان، بی من مرو ای حیات دوستان در بوستان، بی من مرو ای فلک، بی من مگرد و ای قمر بی من متاب،
ای زمین بی من مروی و ای زمان بی من مرو. این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است. این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو. شب ز نور ماه روی خویش را بیند سپید. من شبم تو ماه من بر آسمان بی من مرو. خار ایمن گشت از آتش در پناه لطف گل. تو گلی من خار تو بر گلستان بی من مرو. چون حریف شاه باشی ای طرب بی من منوش. چون به بام شه روی ای پاسبان بی من مرو. دیگرانت عشق خوانند و من سلطان عشق. ای تو بالاتر ز وهم این و آن بی من مرو. السلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنیم از آقای دکتر استادمون. فرمایشاتشون مفصل، قابل استفاده، دلنشین. امیدواریم که همکاریشون را با بنیاد ادامه بدن. حتما حرفهای زیادی در مورد وجوه افتراق داشتن که خب وجوه تقارن اونقدر زیاد بود که به افتراقها نرسیدنشون، و اینکه این بین این دو نفر که به ظاهر با همدیگر توافقی ندارند، این همه وجوه تقارن را پیدا کردن خودش یک امر مبارک و بدیعه. خب اینجا هم واقعا خانه مبارکی است که این حرفها خانم دکتر زده میشه اینجا. روز باران است و ما جو میکنیم، بر امید وصل دستی میزنیم. روشن است این خانه، گویی آن کیست؟ ما غلام خانه های روشنیم. امروز خانه ما از وجود سخنرانی آقای دکتر روشن شد و ما غلام روشنایی ایشون هستیم. ممنونیم، متشکریم از شما هم.